با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان. امروز می‌خوایم در مورد ویزای ویزیت یا هم ویزای موقت کانادا صحبت کنیم. چند تا مسئله مهم در این پرونده ویزای موقتتون هست که باید رعایت کنید. یک، در فرم جنریک اپلیکیشن فرم یا اون فرم اصلی که پر می‌کنید، خب یه سری اطلاعات که واضحه، ولی در قسمت inadmissibility، اون قسمتی که تیک میزنین yes یا no، در اون انتها یه سوالی هست که تا حالا برای کشوری اقدام کردین و رد بشین. یادتون باشه این شامل همه کشورهایی که تا حالا اقدام کردین و رد شدین هست و به هیچ عنوان اگر هر چه قدم قدیمی هست، هر کشوری تا حالا شما رو برای ویزا ریفیوز کرده، حتما اینجا بنویسین. به هیچ عنوان سعی نکنید که اینو به قول معروف مخفی کنین، چون دردسر بزرگ ایجاد میشه. همچنین فرم اسکیجول 1 یا اون بک‌گراند دیکلریشنتون رو به علاوه فرم خانوادگیتون حتما پر کنید. اینا آپشنال هست، اینا میتونین به قول معروف دل بخواهی هست ولی حتما پرشون کنید. فرم خانواده، اگر تعداد خواهر برادراتون یا فرزنداتون زیادتر از اون فرم، حتما فرم شماره 2 شو که اضافه میتونین پرینت کنین و اطلاعات بذارین، حتما اینا رو بذارین. به هیچ وجه گول افرادی که در حالا داخل یا خارج از کشور ادعا میکنن که میتونن تضمینی برای شما ویزا بگیرن نخورین. بهتر خودتون اقدام کنین، فرماتون رو خودتون پر کنین تا اینکه با این افراد کار کنین. چند تا اشکال وجود داره. یکی این که اینا تخصص ندارن، اینا ممکنه یه سری سهل انگاری‌ها بکنن بدون اینکه بخوام به شما لطمه بزنن ولی بعداً براتون دردسر ایجاد شه. یکی این که اینا چون رسمی نیستن بیمه مسئولیت شغلی هم ندارن، در نتیجه فردا نمیتونن جبران ضرر و زیان شما رو بکنن. دقیقاً مثل یه ماشینی میمونه که در خیابون با شما تصادف کنه، اگر اون شخص بیمه نداشته باشه خب شما متاسفانه ضرر و زیانتون جبران نمیشه. افرادی هستن که ادعا میکنن با سفارت پارتی دارن، آشنا دارن و پول میدن و رشوه میدن و سریع ویزا میگیرن. اینا همه دروغه، ممکن نیست. مخصوصا کشور کانادا چند وقتی هست که وارد فاز جدید از بررسی پرونده‌های خارج از کشور یعنی در سفارت شده. اینه که سیستم آنلاینی ایجاد شده که افسرهای مهاجرت به این سیستم رجوع میکنن در روز یا تعداد پرونده که باید بررسی کنن و در اون سیستم متقاضی‌ها رو میبینن. یعنی ممکنه پرونده یک ایرانی از ایران به وسیله یک افسری بررسی بشه که این افسر در ژاپن نشسته و داره کار میکنه، یا در مکزیک هست و پرونده یک شخص آلمانی رو بررسی کنه. در چه یادمون باشه احتمال اعمال نفوذ یا به قول ما ایرانی‌ها پارتی بازی و اینا وجود نداره به هیچ وجه برای کانادا. یک روشی داریم ما به نام Access to Information and Privacy، یعنی میتونیم درخواست بدیم از تمام سازمان‌های دولتی که اداره مهاجرت هم یکی از اون سازمان هاست، تمام ریز پرونده و اطلاعات تاریخ زندگی یه فرد رو بگیریم. یعنی شخصی که امروز میاد پیش ما و رد شده ویزاش، تو اون فرم نامه ریفیوز هم که میدونین چند تا جواب بیشتر نیست که افسر اینا رو تیک میزنه، یا شما من فکر میکنم میگه کانادا بر نمیگردی، یا شما پول کافی نداری، یا نمیدونم سفر تا حالا سفر زیادی نرفتی. اینا منظور من از اون ریپورت نیست. ریپورتی که میگیریم چند صد صفحه هست بعضی موقع و بیشترش هم کده. تمام اتفاقای ریزی که در پرونده شما افتاد در تاریخ فلان افسر اینو باز کرد، این مواد قانونی رو بررسی کرد، بعد فرستاد برای همکارش، در فلان تاریخ همکارش اینو بررسی کرد، فرستادن داخل کانادا، پلیس بررسی کرد، با امریکا رایزنی کردن، دیدن که این شخص چه تاریخی داره X و Y. ما اونجاست که در میاریم میبینیم چه سوء تفاهم‌های کوچیکی باعث شده که مردم رد بشه ویزاشون، چندین با پشت سر هم رد بشه بعضی موقع و براشون مسئله ساز بشه. مثلا شخصی بوده اومده پیش ما، ایشون چندین تا کشور اروپایی تا حالا رفتن، موقعیت عالی، و این سری ردشون کردن چون اون شخصی که در ایران برایشون پرونده جمع کرده متوجه نشده که یکی از ویزاهای شنگن این عزیز ایشون هیچ وقت ازش استفاده نکرده و چون از اون ویزا استفاده نکرده و به اون کشور نرفته به دلیل مشغله کاری، عرض به خدمتتون که مرزبانی اون کشور اروپایی از ایشون رکوردی نداره. درسته که سفارت واقعا به ایشون ویزا داده بوده ولی مرزبانی چون اطلاعی نداره، این افسر کانادایی هم با مرزبانی تماس گرفته، دیده اطلاعی نیست، فکر کرده ایشون داره سندسازی میکنه. چند بارشون رد شده و متهم به میس ریپرزنتیشن یا دروغ شده، تا 5 سال از آمریکا و کانادا احتمالاً محروم میشه.
اینو ما فقط با اون access to information یا اون درخواست ریز پرونده تونستیم در بیاریم. یا شخص دیگه ایرانی در مثلا ایتالیا دانشجو بوده، چند بار از کشور اروپایی خارج و وارد شده، وضع مالی خوب، همه چی رد شده، ایشون هم چند بار پشت سر. حالا که ما درخواست دادیم، بعد از 1 ماه ریپورتشو گرفتیم، می‌بینیم افسر پرونده، افسر کانادایی شک کرده، فکر کرده ایشون به عنوان ویزای دانشجویی اومده، چون ویزای دانشجوییشو ارائه داده بوده در پروندهش، ولی هیچ وقت نرفته دانشگاه، فقط سوء استفاده کرد از ایتالیا، اومده به ایتالیا دانشگاه نرفته، الان هم میخواد از ایتالیا بیاد به کانادا و حالا لابد غیر قانونی اینجا بمونه، در حالی که این خیلی سوء تفاهم ساده بود و میشد با ارائه ریز نمرات دانشگاه و یک نامه اینو درست کرد از همون روز اول. عرضم به خدمتتون که اگر افرادی به شما میگن اگر به عنوان ویزیتور، به عنوان بازدید کننده، به عنوان توریست بیان کانادا، پاتون برسه اینجا میشه کارایی کرد شما راحت‌تر نگه داشت دائم، اینا دروغ و اشتباهه. اگر نیت مهاجرت دارین، از روز اول با وکیلتون، با مشاورتون در میون بذارین، بگین من نیت مهاجرت دارم. اگر نیت فقط ویزیت دارید، خیلی خوبه، ویزای ویزیت درخواست کنین، اگر قبول شین چند سال مالتیپل میتونین بیاین و برید. ولی لزوما اگر کسی در خاک کانادا باشه با ویزای توریستی، فرق آنچنانی از نگاه قانون مهاجرت نداره تا کسی که در کشور خودشه هنوز. اینم میتونه دردسرای آینده یا هزینه‌های ناخواسته رو بهتون تحمیل کنه. به افرادی که مجوز ندارن، عضو کانون وکلای یکی از استانهای کانادا نیستن، ما به کانون وکلا اینجا میگیم لا سوسایتی، و یا عضو انجمن مشاوران مهاجرت کانادا یا ICCRC نیستن، اعتماد نکنین. اعتمادتون رو نذارین آدما با چهره زیبا یا با طرز حرف زدن گرم یا با ایمیل‌های قشنگ جلب کنن. اعتماد شما باید با این جلب شه که برین روی وبسایت سازمان مهاجرت، برین روی وبسایت کانون وکلای مورد نظر، اسم شخص رو سرچ کنین، در بیارین، ببینین سابقه‌شو اونجا ببینین تا حالا از شکایتی شده، توبیخ انضباطی نداشته، مسئله نداشته، بیمه داره اگه خراب بکنه پرونده شما رو از روی اشتباه یا ناخواسته یا خواسته. عرضم به خدمتتون که بیمه ایشون جبران میکنه ضرر زیان شما رو، و مسائل دیگه. سعی کنین سطح آگاهیتون رو با مطالعه بالا ببرین که متاسفانه شاهد این نباشیم که یه سری افراد سودجو ادعا میکنن که ویزای کانادا رو تضمینی میگن. چطور ممکنه در یک پرونده حقوقی چه وکیلی در دنیا میتونه تضمین بده که اگه من برم دادگاه حتما برنده میشم؟ این هم یه نوع کار حقوقیه، دقیقاً یه کار حقوقیه. کار حقوقی رو نمیشه تضمین کرد، فقط کیفیت خدمات رو یه وکیل یا مشاور میتونه به شما تضمین کنه، نه نتیجه رو. هر کس که مشاور هست یا ایجنت هست و گفت من تا حالا هیچ پرونده‌ای نداشتم که جواب منفی بگیرم، بدونید که ایشون یا خیلی تازه است که کارش رو شروع کرده و تعداد بالایی پرونده نداشته، یا اینکه متاسفانه واقعیت رو به شما نمیگه. همیشه احتمال داره پروندهتون رد شه. مهم اینه که اگه پروندهتون رد شه، تهمت میس ریپرزنتیشن یا دروغ یا خدای نکرده تلاش برای فریب افسر مهاجرت رو به شما نزنن که بعداً براتون مسئله شه. وگرنه رد شدن اشکال نداره، پروندهتون رد میشه شکایت کرد، میشه اداره مهاجرت رو برد دادگاه، میشه پیگیری کرد. در نتیجه لطفاً با چشم باز همه فرما رو درست پر کنین. فرمای دل بخواه همون اسکیجول 1 و فامیلی رو پر کنین. هر ادعای میکنین، اگه ادعا میکنین شخص دعوت کننده در کانادا مریض، گواهی دکتر بدین. اگه کسی میگه دانشجو هم ریز و نمرات بده. اگه در ایران میگین کار میکنم، حتما باید بیمه تامین اجتماعی برای کارتون داشته باشین و مدارک دیگه. اگه ندارین اون کار دروغ محسوب خواهد شد احتمال زیاد. ساده برگزار کنین، همه چی راست و رک بگین در پروندهتون، ولی با دقت برگزار کنین کارتون رو و مدارک اضافی بذارین. نامه وکیل اگر وکیل دارین حتما از وکیلتون بخواین براتون نامه بذاره و به اون مواد حقوقی ریز به ریزی که افسر مهاجرت باید مد نظر بگیره تا اینکه به شما یا ویزا بده یا نه، به اون مواد حقوقی اشاره کنه. حداقل به 12 مورد از اون موارد حقوقی اشاره کنه، اونا رو ریز راجبش بحث کنه. بگه اگه مثلا ماده قانون فلان میگه که متقاضی مثلا باید به کشور خودش یک انگیزه داشته باشه برای برگشت، ما مثلا این 5 تا اگزیبیت، این 5 تا مدرک رو ارائه دادیم به این دلایل. یا بگه اگر که نگرانیم که شخص مثلا نهید اینجا و دست به جرمی نزنه، ما به این دلایل، چون افسر مهاجرت
تحصیلات حقوقی لزوما نداره. افسر مهاجرت در اون زمینه به خصوص آموزش دیده و یک چک لیستی رو رعایت میکنه، دقیقا مثل یه مکانیک، مثل یه مهندس، مثل همه شغلا که یه چک لیستی، یه المانایی رو، یه چیزایی که قابل اندازه‌گیری هست و بررسی میکنه تا اینکه به شخص ویزا بده یا نده. موفق باشین، همیشه مستقیم راستشو بگین تو پروندهتون. امیدوارم که همه دوستانی که واقعا نیت واقعیشون رو تو پروندهشون میگن، اگه ویزیتور واقعا میخوان بیان ویزیت کنن، اگه میخوان درس بخونن واقعا پرونده دانشجو دارن، اونایی که راستشو میگن و پرونده ساده و تمیز و قوی رو ارائه میدن، امیدوارم همشون ویزاشون رو بگیرن. اگرم که هر موقع مشکلی بود که ما اینجا در خدمتتون هستیم. روز خوبی داشته باشین و موفق باشین.